السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، این حال چنون که میبینین ما در مکه مکرمه قرار داریم. الحمدلله انشاءالله که طرف فندق میریم. الله نگهبان هر یک ما و شما باشه، هر کجایی که باشین. یعنی وضعیت این حال بگیم چنون که میبینین در مسکو به نهایت ناخوبه. احتیاط باشین برادران عزیز، به خاطر که ما مسلمان هستیم. مسلمان همون مسلمانه که در فکر برادر مسلمان شای، در غم و غصهش در بر شای. از همون خاطر خبرهای ناخوش میشنویم و سمع شما میخواهیم برسانیم، اما متاسفانه بعضی ها خطا میفهمن. می چیزه میگه هیچی گپ نیست. خب حرکت کنین، دکومنتاتون خوب کنین، شوگردی نکنین که یعنی همه چیزا رو ما میشنویم، میفهمیم و نمیخواهیم که همو مصیبت بالای شما رو بیاید. الله نگهبانتان باشه. چون که می‌بینید در نزد کعبه قرار داریم، در حق هر یک از شما دعاگو هستیم. کسی که دکومنتات ناخوبه برای سرحد گذاشتن، ان شاء الله به رقم ها رو یک مراجعت کنین. برادرها در خدمت هستن ان شاء الله. سرحد برده میاره. کسی که دکومنت خوب نداره مراجعت کنین، برادرها در خدمت هستن ان شاء الله. الله نگهبان هر یک ما و شما باشه. نزد افتابوزا رفته استیم. چنون که میبینین نمیخیل با طرف افتابوسا، این طرف ساعتا، این حاجی هم تمیاین. خلاصی گپ نمیخیل باز ما نماز بانداد خواندیم، نماز سر هفته خواندیم. طرفی گسینچه رفته ایستیم. خیلی خلاصی گپ پشت همی که ده گسینچه های خیلی میاین افتابوزم تا قطارن سوار میشین میرین. الله هر یک ما و شما را عبادت ها را قبول فرمایه. ماه شریف رمضان. خلاصی گپ اگر امکان باشه وضعیت این حال چگونه های بسیاری برادرها مثلا زنگ میزنن، خبری ناخوش میرسانن. از همون خاطر کسات که یگان خبری ناخوش داشته باشین بنویسین در کامنتر چی گپ ها چی گپ ها نیسته. الله هر یک ما و شما را حفظ کنه، در حفظ امان خودش نگه بداره. السلام علیکم.